ادامه بخش چهره‌های ماندگار. نقیب خان طغرل احراری. نقیب خان طغرل احراری سخنوری نامور ادبیات تاجیک. روانی کلامی طغرل هنوز از زمان زندگیش سبب شده است که بیشتری غزل‌های او را اهل هنر با آهنگ درآورده در بزم و محفل‌ها می‌سراییدند و می‌خواندند. شاید مثل نقیب خان طغرل کم شاعری را می‌توان پیدا کرد که اشعارش به این مقدار به سرود تبدیل یافته است. در برابر این طغرل در مکتب شاعری برجسته تاجیک و فارس میرزا عبدالقادر بیدل در حد موفق گردیده بود که همزمانانش او را همچون بیدل ثانی نام بردند. از مندرجه و محتوای اشعار نقیب خان طغرل احراری پیداست که او مسائل مهمترین حیات انسانها، ترغیب و تشویق دوستی و رفاقت، صداقت با آیین‌های نیک انسانی، وحدت و همدلی و مانند اینها را صادقانه و ماهرانه ترغیب نموده است و خود او نمونه صداقت بلند انسانی، دوستی جانی و انسانی سرشار از صدق و محبت بوده است. در سراسر اشعارش نقیب خان طغرل از شمس الدین شاهین همچون استاد و دوست بهترین خود یادآور می شود و رفاقت این دو شاعر رمز دوستی انسانها و نمونه همکاری دو شخصیت معروف بوده باید برای نسل امروز نمونه عبرت باشد. آنها در نتیجه مطالعه و مباحثه های زیاد برای تکمیل اشعار همدیگر کوشیده با اخلاص و اطمینان تمام در جاده پیشرفت ادبیات خلقمان برابر قدم نهادند. نقیب خان طغرل همچون انسان یک رو، یک قول، به حد خود وفادار به دشمنی و بدبینی، فتنه و دسیسه و دیگر خصلت‌های نامطلوب انسانی همیشه حسی آشتیناپذیر نشان داده است. شاید نتیجه همین خصلت‌های جوانمردانه از جمله با قول خود استوار بودن و نفرت به ناتوانبینی و غرض بود که با فتنه شخصان تملق‌کار و دلسیاه شاعر محبوب عاقبت قربان تهمت ناحق گردیده به طور فاجعه‌ای کشته شد. اما با گذشت روزگار و فاصله نه چندان طولانی با کوشش ضیاییان تاجیک خاصه استادان بزرگ ادبیات ما صدرالدین عینی، میرزا طلسم‌زاده و ناصر جان معصومی چهره اصلی شاعر دوباره از پس ابر تیره حسادت و عداوت ناتوانبینان مثل خورشید بیرون آمده آثار بیزوالش دسترس مردم گردید. مخصوصاً میخواهم از خدمت‌های بزرگ قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادآور شوم. هنوز در ایامی که شخصیت نقیب خان طغرل در عرصه سیاست زمان به اصطلاح سیاه شده حساب میشد، استاد صدرالدین عینی در کتاب نمونه ادبیات تاجیک با جسارت و مردانگی بزرگ از استعداد نادر طغرل یادآور شده مقام هنری او را مخصوص تأکید ساخت. این در حالی است که در آن ایام بیان چنین سخنان مطلوب نسبت به شخصیت به قتل محکوم شده غیر امکان بود. خدمت استاد صدرالدین عینی برای زنده گردانیدن نام صدها نفر سخنوران گذشته ما بزرگ و بی‌نظیر است. ما همگان از کوشش و نقش استاد برای معین و مقرر نمودن مدفن سلطان شاعران ابو عبدالله رودکی خوب آگاهی داریم. از این رو امیدوارم که مردم با ننگ و ناموس و صاحب معرفت و سربلند به نام این ابرمرد ملت ارج خاصه می‌گذارند و برای ادامه بخشیدن خدمت‌های بی‌نظیر او با راه انجام دادن کارهای شایسته مخصوصاً در سمت رشد و آبادی و پیشبرد اقدام‌های خیر ادبی و فرهنگی همیشه تلاش می‌کنند. در دوران صاحب استقلالی کشور بر اساس سیاست فرهنگی دولت به میراث شخصیت‌های علم و ادب خلقمان از جمله آثار نقیب خان طغرل توجه جدی صورت گرفته نشر و معرفی میراث شاعر به طور شایسته به راه مانده شد. به خاطر آشنایی بیشتر نسل امروز با کلام شکرین شاعر و اندیشه های بلند انسانگرایانه او نمونه های اشعار سخنور با ترجمه حال مختصرش به کتاب های درسی برای مکاتب تحصیلات عمومی وارد کرده شد. در آستانه تجلیل جشن 150 سالگی شاعر
با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت نشر نو و نسبتاً مکمل دیوان او همچون تحفه ارزنده به مناسبت جشن انجام یافت. همچنین قامت افراختن مجسمه و بنیاد مقبره شاعر در زادگاهش چون هدیه حکومت مملکت به افتخار جشن گویا از زندگی دوباره شاعر شهیر به تمام مردم کشور پیام می‌رساند. بخش چهره‌های ماندگار در باب نقیب خان طغرل احراری سخنور نامور ادبیات تاجیک ادامه دارد. شما را در نشرهای دیگر با ادامه روزگار و آثار نقیب خان طغرل احراری آشنا خواهیم کرد.